خب بسم الله الرحمن الرحیم. این سبا ما امروز میایم به خیر اتوکاد شروع میکنیم. سعی شد ببینین یک خود اتوکاد به معنای چی است. ایگه پای قد چی نیست. مثلا آتو به معنای اتومات و کارد به معنای کامپیوتر، ای به معنای ادیت، دی به معنای درافتینگ یا دیزاین. توسط کامپیوتر چی کردن؟ درا کردن یا دیزاین کردن. این یک چند سلاید است ما براتون میت. این نده امتحان کسی از شما پرسان میکنه چی است سلاید های ما دارم ما براتون میتیم وقت سری ضایع نمیکنیم. سه شد میایم سر مین هدف است. ببین وقتی که شما بار اول اتوکاد شروع میکنین طریقه یا مرحله اولش که است انستالیشنش است. هر پروگرامی که میخواین طریقه انستالیشنش باید یاد داشته باش. صحیح شد. مرحله اولش این است و اینجا ما که اتوکاد میخوانیم ما فی الحال در اینجا انستال که دارم 2016 است. صحیح شد. اگر 16 باشه 17 باشه 18 باشه امیسی ورژنش که هیچ فرق نداره. فرق که داره پایین از 14 داره. کدوم که چیزی فرق مثلا اگر شما 14 داشته باشید مشکل نیست. اما چیزی که 14 امرای 16 فرق داره 18 فرق داره ما براتون میگم و اینستال شدگی داریم. اگر نداریم ما سافتش براتون میتیم امرای ویدیو اینستالیشن که طریقه اینستالیشن در این ویدیو است. ما که با اینجا سوال دیگه تدریس کردیم اون برای شما میتونم امور استپ بای استپ ببینیم مرحله بر مرحله هیچ مشکل نداره. صحیح شد. یعنی طریقه اول چی است؟ مرحله اولش اینستالیشن است. مرحله دومش چی است؟ باز کردن همون پروگرام است. هر پروگرامی که باشه اتوکاد باشه روبیت باشه پرایمرا باشه 3D ماکس باشه سیوال 3D باشه هر برنامه‌ای که باشه یعنی به چند طریق شما میتونین همون برنامه را یا اینجا که ما اتوکاد هم میخوایم به چند طریقه ما میتونیم خود همین برنامه اتوکاد چی کنیم باز کنیم. صحیح شد. ما اینجا سبا به سه طریق میتونیم خود برنامه اتوکاد چی کنیم باز کنیم. یک وقتی که هر پروگرام شما اینستال کنین یک شاتکتش روی صفحه میاد. او اگر هر پروگرام باشه مثلا اینجا سیکل روبیت است یک شاتکتش اینجا است یا اتوکاد است همه تو سعی کنین دیگه پروگرام اگر اینجا داشته باشم مکمل اینجا چیش است شاتکت هایش است. صحیح شد. شما بالای این شاتکت دوباره کلیک میکنید خود همون برنامه چی میشه باز میشه. ولی خود شاتکت است اینجا ارتباط این شاتکت میشه اینجا نباشه. باش شما چطور میتونین همین اتوکاد باز کنید. صحیح است اینجا نیست. باش شما میتونین اگر ویندوی شما 2007 باشه اینجا در استارت منیو کلیک میکنید اینجا در لیست چی را میخوانید اتوکاد را میخوانید. صحیح شد. اگر چی هم باشه دم باشه اینجا میبینید. صحیح از اینجا میتونید. اگر اینجا باز نباشه چی میتونید اینجا میاین در سرچ نوشته میکنین اتوکاد. صحیح شد. اتوکاد نوشته میکنین خود به خود اینجا میاد بالایش کلیک میکنین اتوکاد چی میشه براتون باز میشه. ولی طریقه چی است بسیار طولانی تر است. یا اینجا را سرچ میتین یا اینجا میاین در استارت منیو میبینین. صحیح شد. این کمی وقتی است. ما میخوایم که همین خود اتوکاد چی کنیم از طریق شاتکت باز کنیم. چرا ما وقتی که اتوکاد هم کار میکنیم نادفاین پیسد از خود شاتکت های اتوکاد کار میگیریم. اینطور نیست که لاین کار میکنیم بالای کماند لاین کلیک کنیم اونجا از طریق شاتکت پیش میریم. صحیح شد. از این خاطر ما میخوایم که همین برنامه اتوکاد هم از طریق شاتکت چی کنیم باز کنیم. صحیح. به خاطر همین کار شما اینجا میاین بالای همین خود اتوکاد رایت کلیک میکنیم. اینجا میاین در چی پراپرتیز. صحیح شد. اینجا ببینین در هر جای که شما باشین شما در چی میان شارتکت میان. وقتی که شارتکت آمد اینجا ببینین چی نوشته شارتکت کی. اینجا چی است کنترل است الت است پلاس چی است زایت است. در کیبورد کنترل میگیرین الت میگیرین یک حروف انتر میکنین. اگر او باشه بی باشه سی باشه حتی زایت خو باشه او چی میکنین اینجا انتر میکنین. باز این چی میکنین اوکی میکنین. حالا اگر می شارتکت ما تغییر بتم یک شاتکت دیگه بودم مجبور هستم ما چی کنم کامپیوتر خود یک دفعه ریستارت کنم دوباره چی شوی همون شاتکت میگیره. صحیح شد. از این خاطر شما چی میکنید در کیبورد کنترل الت یک حروف انتر میکنید هر حروف که باشه باز یک دفعه کامپیوتر چی میکنید ریستارت میکنید همون شاتکت چی میکنه میگیره. صحیح شد. وقتی کی را گرفت شما چی میکنید این را اوکی میکنید. حال ضرورت این است که شما بالای شارتکت کلیک کنین یا در استارت منیو بیاین از اینجا چی را پیدا کنین اتوکاد را پیدا کنین. شما چی میکنین در کیبورد میاین کنترل میگیرین الت میگیرین دیگه چی بود زایت بود یا نبود اینجا کلیک میکنین خود به خود براتون چی میشه اتوکاد باز میشه کنترل الت پلاس زایت. چطور باز نشد کنترل الت پلاس مثلا اینا میزنیم. صحیح شد. این را اپلای میکنیم
ایرا مجبور هستیم یک دفعه کامپیوتر را باز چی کنیم ریستارت کنیم که هیچ شا باز شا. صحیح است. از این طریق شما چی میتونید مثلا اینجا ببین من رابط هم دیگر روز که تدریس کردیم اینجا برای چی دادیم شورتکت دادیم کنترل ال پلاس چی است آر است. صحیح است. از این طریق با چی میشه این رابط هم باز میشه. خب نمیخوام که مشکل در چی است ولی 100% کار میکنه. ما اینجا ویدیو ما که تدریس کردیم ما اینجا ویدیوهایش براتون نشان میدیم مکمل یعنی 3.5 سال میشه ما میره تدریس میکنیم. صحیح است. یعنی یک چیزی نیست که ما اینجا امروز روبرو بار اول روبرو شده باشیم این کار حتما اگر یک دفعه ما همین کامپیوتر رو ریستارت کنم حتما چی میته کار میته اگر نیست فردا بیاین کامپیوتر خودتون رو باز براتون کار میکنیم. صحیح شد. این طریقه چی بود شورتکتش بود. اینجا حالی سکر شورتکت کار نداد ولی 100% کار میته. ما بالای دوبار کلیک میکنیم برنامه رو اتوکد برای ما چی میشه باز میشه. ببین همین مین هدف یا مین استعمال یوزج اتوکد چی است به خاطر ترتیب کردن پلان چی است دو بودی است ولی اینجا که ما میخوانیم دو بودی و سه بودی هر دویش هم میخوانیم. ما برای شما گفتیم که ما اینجا میخوانیم اتوکد ادوانس میخوانیم. ادوانس به این معنی که در دو بودی پروژه کار میکنیم در سه بودی هم کار میکنیم. صحیح شد. و همین مینوهای چه مینوهایی که اتوکد است این را مکمل میخوانیم بدون مینوی تولز که در تولز هم تقریبا نیمهش هم میخوانیم. اون نیمه دیگه که است ارتباط به چی نداره مهندسی نداره نمیخوانیم و بدون دیگه یک مینو اکسپرس است که یک چند کماند است این اینجا میبینید نمیخوام دیگه چه مینوها که است کل چی میکنیم میخوانیم. فهمیده شین جنس ما. ببینید وقتی که اتوکد 2015 باشه 16 باشه 17 باشه حتی 18 باشه پیش از اینکه به خود صفحه کاری اتوکد بریم باید یک صفحه چی میشیم روبرو میشیم. ولی اگر اتوکد 2014 باشه مستقیما به صفحه کاری چی میریم اتوکد میریم. صحیح. اول میایم همین صفحه را چی میکنیم معرفی میکنیم. صحیح اینجا بعد از باز میریم به صفحه خود کاری اتوکد. اگر اینجا ما بیایم اینجا سوا اینجا نشسته است get start به معنای شروع کردن نه. اینجا ببینید start drawing چی را میگه ترسیم کردن میگه رسم اولوتایی. اینجا start drawing است. اگر شما میخواین که از صفر شروع کنید پیش از این اتوکد کار نکردین کدام پروژه را کار نکردین بار اول با اتوکد چی ماشین روبرو ماشین شما مجبور هستین بالای start drawing کلیک کنید. وقتی که بالای start drawing کلیک کردین این صفحاتی است که پیش از پیش اینجا چی شده اتوکد تنظیم شده. مثلا شما بار اولی را باز میکنید نمیتونید که خود صفحه را به اینچ کار کنم پروژه خود به فیت کار کنم به سانتی کار کنم به میلی کار کنم. این صفحه چی از پیش تنظیم شده. ضرورت به این است که شما برین در این سیتینگ چرا آشنایی ندارید میتونید اینجا مستقیما بالای کلیک کنید اینجا کار کنید. و دیگه صفحات دو بودی و سه بودی داره این اتوکد. ما گفتیم 2D و 3D. بس این صفحاتی است که پیش از پیش اینجا شما دارین. ببین اگه اینجا استارت دراینگ کلیک کنیم یک صفحه دو بودی برای ما میاد ولی ما میخوایم نه ما صفحه سه بودی را میخوایم. ما میتونیم اونجا در صفحه دو بودی که هستیم از اونجا صفحه را تبدیل کنیم به سه بودی ولی اون نفر میتونه که اتوکد یاد داشته باشه و یک نفر یک انجینری که نه اتوکد یاد میگیره اون نمیتونه. صحیح شد. بعد از این خاطر اینجا پایین اگه بیایم یک چیزی به نام تمپلیت است. تمپلیت صفحاتی است که پیش از پیش شده تنظیم شده. صحیح. اگر اینجا ما بالای وکتور یا فلشک کلیک کنیم ببینیم اینجا چی است اکید است پلات استایل است. سعی کنید اینجا باز چی است اکید این که است بالحال همیش سلکت است این اکید که است صفحه دو بودی است. صحیح شد. باز اینجا اگر پایین بیایم اکید چی است 3D است. بالایی که کلیک کنم مرا مستقیما به یک صفحه چی میبره سه بودی میبره 3D میبره. اینجا اگر پایین بیایم ببینید اینجا باز تمپلیت های دیگه چیز مثلا وقتی که اگر یک پروژه رو شما پرینت شدگی دیده باشید روی یک چوکات بند شده می باشه کی پروژه از کی است از کدام وزارت گرفتین صحیح شد در چند شیت پرینت کردین چقدر اسکیل دادین مقیاس صحیح شد توسط کی دیزاین شده این کی اپروف کرده کلش در چوکات چی میشه خانه‌پوری میشه. صحیح شد. همون تمپلیت ها اینجا وجود داره. شما میتونید از اینجا چی کنید استفاده کنیم. واسه کنیم ما خالی را کار نداریم. حالا خاطر امروز ما این سفر معرفی میکنیم. باز ما میتونیم این صفحات از منوی فایل هم بیاریم ولی اول خب ما این سفر را براتون معرفی میکنیم از این خاطر. صحیح شد درسته با پایینتر از اگه بیاین اینجا اوپن فایل است. اوپن فایل همون فایلای را یا همون پروژه را که قبلا شما کار کردید. در درایو سی سیو کردین در درایو دی سیو کردین شما میخواین مستقیما همون پروژه را باز کنید. نمیخواین که یک صفحه خالی اتوکد چی کنین باز کنید.
همون پروژه را کار کردین یا یک پروژه را در فلش از آفیس آوردین از چی تا وظیفه تا میاین اون پروژه را دیگه باقیش در خانه کار میکنین. ضرور نیست که شما اینجا بیاین بالا استارت را کلیک کنین باز برین در فایل از اونجا اوپن کنین. شما اینجا مستقیما بالای اوپن فایل کلیک کنین، جایی که همون پروژه است از اونجا چی کنین اوپن کنین اون پروژه. مثلا اگه اینجا ما کلیک کنم اوپن فایل، ببین فایل لوکیشن فایل کجاست، مثلا در دسکتاپ است، پروژه چی است اینجا میپال انا صحیح شد. کلاس یک یا افغانی اینجا بالاش کلیک میکنم اون پروژه مستقیما برای ما باز میشه. یک صفحه خالی اتوکاد برای ما چی نمیشه باز نمیشه. فهمیده شد انجا دیگه سعی کنه اینجا اوپن شیت ست است. این صفحاتی است که پیش از پیش چی شده مثلا تنظیم شده. مثلا چطور شما پروژه های دارین در یک فولدر 20 پروژه یا 30 پروژه یا 100 پروژه، ولی در یک وقت هم یک پروژه را شما باز کرده میتونید بالای دو بار کلیک میکنین چی میشه اون پروژه براتون اوپن میشه. مثلا اینجا پروژه ببین فور پرینت ما گرفتیم نه سم پروژه است 1 2 3 ولی در 20 پروژه است یا 10 پروژه است. ما بالای همین existing پلان اگر کلیک کنم تمام این پروژه باز میشه دیگه در فولدر میمونه. ما میخوایم نه همین 20 پروژه که است صحیح است که من همین existing پلان اوپن میکنم ولی 19 دانش دیگه که است هیچ شوه اینجا لیستش بانه اینجا یک لیست باشه یک فهرست باشه در خود صفحه اتوکاد و فهرست از بین نره. هر پروژه را که ما کار دارم بالای دو بار کلیک میکنم اینجا برای ما باز میشه. موضوع چیه شیت ستاست که ما بعدا در منوی فایل چی میکنیم و را میسازیم. اینجا ببینید فهمیده شد اینجا سوا دیگه اینجا نوشته است get more template online. همون تمپلیت های را که ما اینجا خواندیم نه ما گفتیم صفحات است که پیش از پیش تنظیم شده همون چوکات ها که است تمپلیت اینجا 4 قسم است. اگر دیگر را میخواین میتونین از خود کمپانی اتودسک کمپانی آمریکایی صحیح شد که زیادتر سافتورهای انجینری توسط یعنی با بازار ارائه میشه. مثلا پروگرام اتوکاد محصول اتودسک است، رویت است، 3D مکس است، سیول 3D است صحیح شد همون تو دیگه برنامه صحیح. اینجا میتونین از اون آنلاین چی کنین خریداری کنین. دیگه اینجا اکسپلور سیمپل دراینگ است. اکسپلور سیمپل چرا میگن نمونه را میگن. همون پروژه‌ای که مثلا این پروژه کسی را ما کار کردیم باز کردیم ولی وقتی که شما بار اول اتوکاد اینستال کنید اینجا یک دو دانه سیمپل پروژه سیمپل میاد اتوکاد او پروژه را شما میتونید از اینجا بگیرید. اینجا بیاین بعد اینجا ببینید هر یکیش ببینید اینجا بیاین ببینید اینه دیگه فولدر ببینید اینجا حتما همون پروژه چی است ببینید یک پروژه است این دیگه پروژه است. این پروژه است که خود مثل یک نمونه در اتوکاد چی داره وجود داره شتون داری صحیح شد. بالاش کلیک میکنم از اینجا یک پروژه سیمپل برای ما باز میشه. هر برنامه از خود داره. باز اینجا اگه بیایم اینجا چه نوشته است ریسنت داکومنت. ریسنت به معنای تازه یا بار آخر که یک پروژه را شما باز کردین. ببینید همین پروژه را به نام ارزان قیمت برای ما میگه لاست اوپن فرایدی روز جمعه جون 29 5 و 12 دقیقه ما باز کردیم. حالا جولای چند است یک از 2 روز پیش به این تایمی را باز کردیم بار آخر ایش ریسنت است. باز اینجا ببینید هم عکس یا تمپلیت ما براشون میگیم از اون پروژه را نشون میده هم دیتیلش برای ما نشون میده صحیح. اگر شما میخواین که نه دیتیلش ما نمیخوایم ما میخوایم که تنها امو عکسش برای ما دیده شود این عکس دیتیلش نباشه تنها نام پروژه باشه دیگه نباشه که با کدام تاریخ با کدام ساعت چی شده و پنج شده. باز اینجا میاین پایین ببینید این طرف کلیک بکنید این طرف اینجا کلیک کن سکن نام پروژه و عکس پروژه تمپلیت ما براشون میگیم ایشون و دیتیل نیست. اگر شما میخواین که نه عکسش نباشه مکمل دیتیلش باشه باز میاین اینجا پایین اینجا میاین این طرف کلیک میکنین طرف راستش نام پروژه و دیتیل پروژه عکسش نیست. ولی شما میخواین که هم عکسش باشه هم دیتیلش باشه چی میکنین در وسطش کلیک میکنین. فایدهش این درسه با این صفحه بود که در اتوکاد 2000 و پایینتر که ورژن از 2015 باشه این صفحه نمیه. در کدام صفحه میریم آلی براتون میگم. آلی خب ما صفر شروع میکنیم اینجا میایم بالای چی کلیک میکنیم استارت را وقتی کلیک کنیم ببینید یک صفحه برای ما باز میشه. این صفحه کاری چی است اتوکاد است. امو اتوکاد 2014 را اگر شما اوپن کنین مستقیما به این صفحه میاد صحیح شد. اینجا سوا حالا میایم اینجا سوا همین صفحه را هم چی میکنیم معرفی میکنیم. ولی این صفحه بسیار مهم است.
امروز همه قدر ما خواندیم که شما آماده بودیم که یک چیزی را شما بخوانیم. باز فردا میایم امی سفر را چی میکنیم معرفی میکنیم. این را به خاطر چی به فردا که انجینر صاحب دیگه باشه، چرا هر برنامه را که شما میخوانین اول باید امرای صفحه چی باشین؟ آشنا باشین. مثلا باز ما براتون میگیم ما از ریبان لاین میگیرم. امروز اگر ما براتون بگیم که امیر سفر معرفی کنم که این ریبان است، صحیح است؟ مثلا این کویک اکسس تول بار است، این مینو بار است، ما براتون میگیم از ریبان لاین میگیرم. فردا و انجینر دیگه که میگه که استاد ریبان کدام جا میگه مهم است. مثلا ما میگیم کویک اکسس تول بار، اینجا را ما کویک اکسس تول بار میگیم. ما از کویک اکسس تول بار براشون میگیم سفر را سیو میکنم و حتما پرسان میکنه که کویک اکسس تول بار کدام جاست. این را ما آپشن بتن میگیم. صحیح شد؟ بعد فردا میخوانیم این را مینو بار میگیم. میشه مثلا فردا باز میخوانیم این را ما ریبان میگیم. این ریبان به این دیزاین نباشه. وقتی که شما کار زیادتر اینجا سبب امرای همین چی روبرو میشه. مثلا این دیزاین تغییر میخوره. اتو میشه. ببینید یک انجینر میگه که در کامپیوتر ما خود دیزاین تو است. در کامپیوتر شما اینطور نبود. صحیح؟ این دیزاین ها باز اینجا این ریبان است، از اینجا چی میخوره؟ تغییر میخوره. صحیح شد جرسبا؟ باز ایره چی میگیم؟ وی کیوب میگیم که انشالله فردا باز چی میکنیم؟ میخوانیم. وی کیوب از باز وی کیوب ولی اینجا چی نوشته؟ استاپ نوشته است. نه؟ یک آبجکت را، یک پروژه را که شما استاپ میبینید. وقتی که پروژه دو بعدی را ما کار میکنیم در اصل او چی باشه؟ باید استاپ میبینید. مثل که اتاق است، پلانش را ترسیم میکنیم. نه؟ ایره قطع عمودی افقی میکنیم. ایره قطع افقی کردیم. در قطع افقی طول عرض اتاق و عرض دیوار برای ما چی میشه؟ دیده میشه. و اون وسایلی که در داخل اتاق است رو ما چی میکنیم؟ در 2D پلان ترسیم میکنیم. صحیح شد؟ باز این سعی کنیم وقتی که در 3D رفتیم باز این را تغییر میتیم. این را از کدام جا تغییر میتیم؟ اینجا باز میایم اینجا را ما ویو کنترل میگیم. سعی کنیم اینجا تاپ نوشته است. باز اینجا میایم از اینجا ویو را چی میکنیم؟ تغییر میتیم. اینجا سعی کنیم این را باز فردا میگیم اس دبلیو به معنای چی است؟ ساوت وست. ساوت چی را میگه؟ جنوب میگه، وست چی را میگه؟ غرب میگه. یعنی نمای جنوب غرب. مثلا یک آبجکت از فرض میکنیم BOX باکس است. این آبجکت کماند سی بودی. صحیح شد؟ اینجا مثلا یک باکس ترسیم میکنیم که هم طول داره، هم عرض داره و هم چی داره؟ ارتفاع داره. ولی ببینید امی آبجکت ما از کدام جا میبینیم؟ تاپ. مثلا یک تعمیر از 100 منزله است. وقتی که شما از بالا میبینید تا بام منزل 100 ما دیده میتونید. ارتفاعات خود دیده نمیتونید. ولی باکس ما میخوایم در سی بودی ببینیم. باز این ما چی میکنیم؟ از ویو کنترل میایم. از اینجا ببینید از یکی از نماها اگه بریم ببینید آبجکت سی بودی دیده میشه. که ان شاء الله فردا کلش چی میکنیم؟ تشریح میکنیم. باز ببینید این آبجکت مثل وای فریم دیده میشه، مثل چوکات دیده میشه. حجمی دیده نمیشه، مثل که داخلش خالی باشه یک باید ترسیم کنه باشه. ولی این آبجکت سی بودی است، یعنی حجمی است، داخلش پر است. اینجا دیده نمیشه. باز این ما چی میکنیم؟ اینجا کماند دیگه داریم به نام چی است؟ ویژوال استایل کنترل. از اینجا استایل آبجکت ما کنترل میکنیم. اگر اینجا ما بیایم ببینید کلیک کنیم اینجا چی داریم؟ کانسپچوال. کانسپچوال ببینید این برای ما چی میشه؟ حجمی دیده میشه. ولی باز اینجا گپای دیگه است که رنگی واقعیش نیست. باز هم اینجا میایم ان شاء الله میخوانیم ریالیستیک گپایشه. از اینجا ما چی میکنیم؟ ببینید این ریالیستیک ببینیم رنگی واقعیش است. حالا اگه ما ببینید فایدهش این است انتظار ان شاء الله فردا خوب با دیتیل چی میکنیم؟ معرفی میکنیم. باز مرحله بعدی که است یونیت ستینگ است. وقتی که همراه این صفحه آشنا شدین شما میخواین یک پروژه را کار کنید. ما خب مستقیما پروژه را کار نمیکنیم. کماندا را مثلا اول که میخوانیم منیو درا را میخوانیم. صحیح شد؟ باز مودیفای را میخوانیم. باز دایمنشن. از اون بعد چی میکنیم؟ پروژه خود شروع میکنیم. ولی پیش از اینکه می دایمنشن و لاین و منیو مودیفای و درا را بخوانیم باید اول یونیت ستینگ یاد داشته باشید. شما وقتی که یک پروژه را کار میکنین اون پروژه را یا لاین ترسیم میکنین. صحیح شد؟ امی لاین که شما ترسیم میکنین، د سانتی ترسیم میکنین، د میلی ترسیم میکنین، د اینچ ترسیم میکنین، د میتر ترسیم میکنین، کدام واحد ترسیم میکنین. از خاطر صفحه باید چی شد؟ تنظیم شد. صحیح شد؟ باز به خاطر تنظیم صفحه اینجا د منوی چی میایم؟ فرمت. از اینجا چی میایم؟ یونیتس میایم. صحیح شد اینجا؟ ولی ما که کار میکنیم ما گفتیم از 100% 95% از طریق شاتکات کار میکنیم و شاتکات های دو بعدی را ما برای شما باز فردا ان شاء الله میدیم. صحیح شد؟ کدام پرسان باشه پرسان کنین یارسی. و همه روزه باید شما چی بیارین؟ یک فلش بیارین. خاطر چی؟ همین درس که ما میخوانیم همه روزه چی میشه؟ ریکارد میشه. ما برای